سلام. چطوری آجی؟ خوبی؟ چه کار میکنی؟ بچه همه خوب هستن؟ خبر برات دارم همچی که خودتو مثل من پاد بچسبه بزیمی. گلاب برود عسقریمون رفته بود بیمارستان. گلاب برود آزمایش ادرار بده واس کلیاش. بگو کیا تو بیمارستان دیده؟ بگو کیاده تو بیمارستان دیده؟ چجوری واسط بگم که کیا تو بیمارستان دیده؟ آره فاطمه رو تو بیمارستان دیده. خود ماندانا خانوم اسمش چی بود؟ سغرا. حالا کردم ماندانا، مانا بمانم ماندانا. داشتن تو بیمارستان برگ ترخیصیشون رو امضا میکردند و عسقری نگاه کیه؟ یون میره فاطمه دماغشو عمل کرده و پاچشا سیاه و چه وضعی سرشو داده دماغ رو بالا و بگو زن به چسب زندگیت که سر برادر ما بالا باشه. به چسب زندگیت که سر برادر ما بالا باشه. دماغ سر بالا که نشونه زنیت نیست. خلاصه عسقری چپ نگاه و اینو اونور اینا هم که میدونی فوری میگن چشمون کردن. نگاش کرده و گفته زن دای فاطمه؟ گفته ها. گفته به مادرم اطلاع میدادی بیمارستان میمد کمک کد، میمد ایادت کد. در اومده به عسقری گفته نه خوردشون نیستی. تو که ما رو درست قورت میدی. حالا که مخیه باشه که بره دماغ ده عمل کنی ما نخوردشون نیستی. ای بابا از فردا میاد خونه ننه این دماغ و سر بالا میگیره و هی تو چشما میترکونه. اما گفتم این دفعه دیگه به خدا قسم دستمم هیچ کدوم میدون ناراحت نشی که میگم جایی که دماغ دا سر بالا میکردی برادر ما رو سر بالا میکردی. آره دوستان گلم این حکایت فاطمه که دیگه هر روز ادا و اطفاری نیست سری برادر ما نیاد که نیاد. داستانشم هر روز مدل به مدل میاد. شما لطف کنین ما را سابسکرایب کنین، لطف کنین پیام برا ما بدین تا ما بتونیم بیشتر از این غیبت این فاطمه یا واسه شما بکنیم. داستانا زندگیشا واسه تون بگم که درس عبرتی بشه برا همه.